امروز روز اول ترم 2، یعنی اینکه من ترم 2 هم شروع شده تقریبا. بعد همین الان ساعت 9:30، ساعت در کلاس بیوشیمی دارم و خوف کرده ام. خوف. هوا داره بارون میاد امروز، بارونی کلن، حتی ممکنه که برف هم بیاد و خیلی خوشحالم الان تو این هوای سرد و بارونی نزدیک دپارتمانم هم 2 دقیقه میرسم. و اینکه امروز روز اول ترم 2، ساعت 9:50. من 10 کلاس دارم، اونم بیوشیمی و بسیار خوف زده و ترسیده این. میدونی چرا؟ چون که پروفسور بیوشیمی ما رئیس دپارتمانه و بسیار آدم سختگیر، منظم، سختگیره. حالا منظورم اینه که سر موقع آماده میشه، سر موقع میره، 1 ثانیه کلاساشو هدر نمیده و اینجور قبیل استادیه دیگه. سالار، اتوبوس من که باش می اومدم این شهر سالار رسیده و الان تقریبا 10 دقیقه دیگه، 10 دقیقه به 10 سریع برم وسایلامو بذارم توی لب، 1 دونه دفتر خودکار بردارم، برم سر اولین کلاس کره‌ای. اینو یادم رفت بگم، این ترم تمام درسای من کره‌ایه، یعنی 3 تا درس تئوری دارم که تقریبا فکر کنم 3 واحدی ان و همش کره‌ایه. وای حالم بد. بریم ببینیم انشالله خیر باشه امروز. 다시 한번 복습을 할 거야. 그리고 여기 지금 렉처 플랜을 보면 오아시스 들어가서 보면 کلاس تموم شد، فقط اورینتیشن پر بود و بسیار سخت. بسیار سخت و نفسگیر. بیچاره خواهم شد. هم ارائه داره، هم امتحان داره. years later. ساعت تقریبا 8:30 شبه. تازه از لب در اومدم. فکر کن صبح میری شب برمیگردی و همش رو صندلی نشستی. یکی از بدیهای مثلا این رشته های ساینس و مهندسی اینه که اونایی که آزمایشگاه و کارگاه و
نمیدونم داستان ماستانا دارن اینه که تو همش روی صندلی نشستی، همش روی صندلی نشستی و دیگه کمر و نمیدونم ستون فقرات و این پشت و مش برات هیچی نمیمونه. بعد فکر کن مدت طولانی هم هست پشت میز نشستی و فعالیتی نداری. خلاصه فعالیتی هم نداری و دوچار 1000 تا درد و بلا میشی واقعا. الان قراره برم یه خورده واسه خوابگاه خرید کنم، مایه ظرفشویی و یه خورده نون و پنیر و گردو این داستانا، ببینم چقدر در میاد. قراره یک خرید به صرفه دانشجویی کنیم با یکدیگر. میدونید نیست بارون اومده، دیشب تا حالا تقریبا داره اینجا بارون میاد و میبینید که زمین هنوز خیسه. نیست دم بهاره، یک بوی بهاری میاد و هوا به شدت تمیزه. چند روز پیش اینجا آلودگی داشت ولی الان هوا به شدت لطیف و تمیز است و خیلی حال میده واسه پیاده روی، اما به شدت سرد. یعنی باد داره سیلی میزنه توی گوشم و اون بدبختایی که مثل من سینوزیت و میگرن هم دارن اصلا مناسب این هوا نیستن. زمستونای کره اینش بده دیگه، همه شما کلا سرت باشه یا پیشونی تو ببندی وگرنه سرویسی. و خیابون ها رو میبینید که به شدت خلوته. یه دونه مغازه هست، یه فروشگاهیه مثل فروشگاه رفاه طوره که نزدیک خوابگاه‌ست و به شدت چیزاش ارزونه. یعنی واقعا من این شکلی هم که روز اول رفتم دیدمش پشمام ریخت، اینقدر مثلا چیزاش به صرفه و ارزون و همه چیز هم داره. یک خزبل فروشی بزرگه، خزبل فروشی. واقعا باید این ماه دستمو بذارم روی پولم. توی مارچ و آوریل این شکلیه که حقوق GKS یا دیر بهتون میدن، بر اساس قانون هر دانشگاه متفاوته ولی میدونم کلیتش همینه، یا دیر بهتون میدن یا نصفشو اول ماه میدن نصفشو آخر ماه، یا نصفشو اول این ماه میدن بقیهشو با حقوق ماه بعد میدن. و به خاطر همین توی مارچ و سپتامبر ما همیشه دستمون بی شکممونه هیچ وقت پول نداریم تو مارچ و سپتامبر. همون یه آبراهی هم که داریم قطع میشه. باز پارسال این شکلی بود که من 500 گرفتم و گفتن 600 رو با ماه بعدی میدیم. واو اصلا نمیدونی چه شکلی بود، چه جوری زندگی کردم. باز الان خوبه که بیشترشو 80% رو داده و گفته که حالا 20 روز دیگه بقیه‌شو میدیم. یعنی 1 تومنشو داده، یک تومن یکیشو داده و 300شو گفته 20 میدیم. خب یه نفر داره رد میشه. 6 hours later. به خاطر همین این ما هم دستمون بی شکممونه. باید قشنگ خرید دانشجویی کنم و بابت خوابگاهم یه خورده پولمون قرض کرده بودم از بچه‌ها. اونم باید بدم. هی بیمم هست، پول قبضم هست، ای خدا پول برنامه هم هست. برنامه های توی کره این شکلیه که برنامه های گوشی یا مخصوصا آیفون همش پولیه و باید یه اشتراک ماهیانه بخره دیگه. جدیدن که چت جی پی تی هم بغل کردم، اشتراک اونم خریدم. خلاصه خرج تکنولوژیات بالاست و نمیشه ازشون بزنی، یا گوشی دچار مشکل میشه حافظه مثلا براش نگیری، یا برنامه تا چیز نکنی، تمدید نکنی. چت جی پی تی هم که چه عرض کنم براتون، ارشد رو بدون چت جی پی تی نمیتونی بگیری خارج از کشور. حالا چت جی پی تی فرق نداره، ای های مختلف. رسیدیم.
خزبل فروشی. من تقریبا خرید 1.5 هفته کردم. تخم مرغ و نون و بیکن و گردو و پنیر و دیگه عرض کنم خدمت شما چی بود اون؟ شیر و خزبلات دیگری که میخواهم نگهداری کنم در اتاق. اینا تقریبا شد 45 تا و خوب 45 تا، تقریبا 45 تا بشه حقوق 3 ساعت کار توی مثلا رستوران یا کافه. چون مثلا کار پار وقت بخواه انجام بدید دستمزدش بین 10 تهش 12 ساعتی 10 تا 12 و تو معمولا 3 ساعت کار کنی توی کره قشنگ میتونی یه خرید خوب داشته باشی، مثلا واسه یه حالا 1 هفتت یا حالا کمتر 5 روز. ولی خب زیر 5 روز واقعا نه، چون چیزای بزرگ زیاد میشه خرید و اینش خوبه دیگه. با شغل پاره و خیلی کارا میتونی انجام بدی توی کره. مثلا خود کره ها این شکلی هن که
تابستونا میرن شغل پاره وقت انجام میدن یا یه مدتی به تعطیلات میان ترم شغل پاره وقت انجام میدن و خیلی راحت میتونن برن سفرهای دور دنیا و اروپایی، مخصوصا فقانسه خیلی دوستش دارن و واقعا همشون یک بار فرانسه رو رفتن. در کار آره اینم از این. کم کم برویم خوابگاه و لش کنیم آن.